دفتری باز می کنم به نام خدا، باز آغاز می کنم به نام خدا. حرفی از جنس دل، ترانه و موسیقی، کوک این ساز می کنم به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمت شما سروران همراه و ارجمند هستم. در این گزارش بنا داریم با موضوع گردشگری در خدمت یکی از اساتید و فعالین عرصه فرهنگی و گردشگری در حوزه بلوچستان باشیم. جناب آقای دکتر عبدالحمید خدایاری مهمان این برنامه ما خواهد بود. انشالله در خدمتشون خواهیم بود. ممنونیم از شما که ما رو در این گزارش همراهی میکنید. خب همونطور که میبینید در خدمت جناب آقای دکتر عبدالحمید خدایاری هستیم، از فعالین حوزه فرهنگی و گردشگری در استان و به خصوص بلوچستان که چندین سال سابقه مدیریت در حوزه میراث فرهنگی رو داشتن و ایشون امروز در دفتر ما حاضر شدن و گپ و گفتی رو با ایشون ترتیب خواهیم داد. آقای خدایاری یک سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید و در ادامه در خدمتتون هستیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و گرامی ام و تک تک بینندگانتون در اقصا نقاط ایران و جهان. خواهش میکنم حمید جان. من حالا دیگه حمید صدات میکنم چون سالها من و حمید خدایاری با هم یک رفاقت و برادری دیرینه‌ای رو داریم. عرضم خدمت مبارکتون، شهرستان بنپور به عنوان یکی از شهرهایی که دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی هم هست و شما به هر حال به عنوان مدیریت میراث فرهنگی هم در ایران شهر و بنپور سالها فعالیت کردید، چطور میبینید ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بنپور رو در حال حاضر؟ شهرستان بنپور به لحاظ قدمت میراثی بیشتر تا گردشگری یکی از قطب‌های هم میراثی و هم گردشگری استان ماست. قلعه باستانی بنپور، باغ خالصه‌ای که در جوار اون هست، منظر طبیعی رودخانه بنپور و پوشش گیاهی که ما در سطح بنپور و رمل‌های اطراف بنپور داریم، جاذبه‌هایی است که خواه ناخواه اگر به تصویر کشیده بشه قطع یقین گردشگران و سراسر کشور به اینجا مثل چند سال گذشته به مرور بیشتر و بیشتر خواهد کرد انشاءالله. خیلی خوب. آقای خدایاری، من خودم شاهد بودم که به هر حال در این چند سال که شما مدیریت میراث رو داشتید شاهد حضور گردشگرای زیادی از سراسر کشور و حتی از خارج از کشور در شهرستان بنپور بودیم. نگاه‌های گردشگرایی که به این منطقه می اومدن و بعد از اینجا میرفتن چطور بود و اینجا رو چطور ارزیابی کردن به نظر شما؟ من در ساده ترین بیان بگم همه با چشم گریان برمیگشتن که ما همچین جایی رو در کشور داشتیم تا حالا ناشناخته مونده و گاهن گلایه میکردن از ما به عنوان مسئول که چرا این ظرفیت ها رو به شکل‌های مختلف به مردم نشون نمیدید و ما با بضاعتی که داشتیم در طول ایامی که بودیم از سال 95 تا برج 999 اون چی که در توانم بود از فضای مجازی گرفته فضای حقیقی، دوستان مستندساز و صدا و سیما همه رو بسیج کرده بودم که بتونیم گوشه ای از این ظرفیت‌های بزرگ و بی‌بدیل رو به مردم نشون بدیم. در حال حاضر بعد از اینکه به هر حال از میراث فرهنگی جدا شدید، فعالیت‌های شما بیشتر در چه زمینه‌ای هستش و چه کار می‌کنید؟ اصلا آینده‌تون، چشم‌اندازتون برای آینده در حال حاضر چگونه است، چیه؟ حرف خوبی زدی یاسین جان. من 23 سال فعال حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم. فعالیتام بعد از مسئولیت هم ادامه داره و از طرفی هم دبیر آموزش پرورشم در خدمت دوستان در حوزه ادبیات فارسی در مدارس سطح منطقه بنپور هستم. الان دیگه به سیستم آموزش پرورش برگشتید دیگه؟ الان برگشتم به بدنه آموزش پرورش، در واقع خانه اول، و علیرغم اصرار دوستان که باز هم در حوزه میراث فرهنگی مثمر ثمر باشم، فعلا مدتی رو دوست دارم در کنار جمع باشم، در کنار مردم باشم و یه ریکاوری بشه. انشالله برنامه دارم برای انشالله بعدتر که بحث میراث رو هم همچنان دنبال بکنم. جناب آقای دکتر خدایاری، خدا قوت میگم خدمتتون به عنوان سوال آخر، نظر شما در مورد پایگاه اطلاع رسانی معیارجل رو به دوربین معیارجل برای ما اگر صحبت خاصی دارید در مورد فعالیت‌ها و اهداف و رویکرد پایگاه، ما در خدمتتون هستیم و هم میشنویم. زنده باشید. معیارجل از اسمش پیداست و روزهای اولی که معیارجل شروع به کار کرد تو سازیدم جناب جلالزهی هم مشورت‌هایی رو با هم داشتیم و حقیقتاً الانم به خودشون گفتم که ما
انتظار این همه گستردگی کار و جذب دوستان رو نداشتیم. خدا قوت میگم به میارجل و میارجلی ها. متشکرم، دمتون گرم. حمید جان، از خاطرات دوران به هر حال مدیریت در حوزه گردشگری با آدم‌های زیادی سر و کار داشتی، توریست و گردشگرای زیادی اومدن به منطقه و به هر حال خدمات بهشون ارائه کردید. یه خاطره خوب اگر حضور ذهن دارید در حد 1 دقیقه ما در خدمتتون هستیم. زنده باشید. یه خاطره که هرگز از ذهن من پاک نمیشه مربوط به یک گروه گردشگری بود که از دوستان شنیده بودند که اداره میراث فرهنگی ایران شهر هر ساعتی از شب مراجعه بکنید یا روز مراجعه بکنید برای بحث اسکان قطعا کمکتون خواهند کرد. سال 96 بود. گروه گردشگر به سرپرستی خانم مریم رها، گردشگر بین المللی، یک شب در اداره میراث زدن. از جایی که من اونجا اسکان داشتم در رو با گشاده روی باز کردم بروشون و این قضیه در واقع عنوان کردن که ما گردشگریم و هتل جا نداشته، ما شنیدیم که شما اینجا اسکان میدید. گفتم بله، ما حالا اگر جایی هم پیدا نشد خونه خود من به رویتون، در خونه خود من به رویتون باز هست. اینا رو اسکان دادم. صبح روز بعدش که رفتن مثل بقیه گردشگرایی که در طول این چند سال حدود نزدیک به 2-3 هزار نفر اومده بودن به این شکل خدمات گرفته بودن، ایشون هم خدمات گرفتن و رفتن تا اینکه بعد از حدود 5-6 ماه دیدم در سایت خودشون این مطلب رو درج کرده بودن و سبب شده بود به دورترین نقاط حتی دنیا همین قضیه بپیچه و میراث فرهنگی ایران شهر جور دیگه ای جلوه بکنه براشون. خیلی خوب آقا، دمتون گرم. به هر حال زحمت کشیدید در حوزه گردشگری و همچنین فرهنگی. یکی از مدیران خوشنام که به هر حال سالها در عرصه فرهنگی و گردشگری به عنوان ریاست میراث فرهنگی در شهرستان ایران شهر فعالیت داشتن. ما ممنونیم از شما که ما رو در این گزارش همراهی کردید و امیدوارم که از دیدن این گزارش نهایت استفاده رو برده باشید. هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه انشالله و صحیح و سلامت باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه. بدرود.